ولی یکیشون توجهمون رو جلب کرد، همونی که اون وسط بود. اون نه میرفت سمت لبه یخها که غذا پیدا کنه، نه برمیگشت پیش بقیه توی کلونی. یکم بعد دیدیم که صاف داره میره سمت کوه‌ها، چیزی حدود 70 کیلومتر اونورتر. دکتر اینزلی توضیح داد که حتی اگه بگیرتش و همون لحظه برش گردونه پیش بقیه، اون باز بلافاصله راهشو کج میکنه و برمیگرده سمت کوه‌ها. ولی چرا؟ شاید خیلی شبیه ما آدما یه حسی از هدف داشتن حلش میداد. حسی که در نهایت زورش به عقل و منطقش چربید، مثل بقیه قایم بشه و فقط زنده بمونه و تسلیم شرایط بشه، یا اینکه اونجوری که خودش دلش میخواد زندگی کنه. شاید اون یه چیزی رو فهمیده بود که بقیه نفهمیده بودن. اینکه صرفاً وجود داشتن با زندگی کردن فرق داره. سرما امتحانش میکرد و اون مسافت طولانی کم کم از پا درش می آورد، ولی با اینکه هیچ شانسی نداشت به راهش ادامه داد. نه به خاطر اینکه نترس بود، بلکه به خاطر اینکه حاضر نبود تسلیم بشه. نه واسه اینکه کوه رو فتح کنه، واسه اینکه به خودش ثابت کنه که میتونه تلاشش رو بکنه. و همینطور ادامه میده، نه الکی و بی هدف، بلکه انگار خود اراده بود که توی اون افق یخزده داشت دیده میشد. شاید آزادی واقعاً همچین شکلیه.